دوستان، ما دو کلمه داریم که در ظاهر تلفظ یکسانی دارن، ولی با دقت متوجه میشید که تلفظ این دو کلمه متفاوت هست. کلمه های دونگ و دونگ. دونگ به معنای انتظار و دونگ به معنای فعل. وقتی ما دونگ رو به معنای فعل میخوایم بگیم، دقت کنید به صورت واضح میگیم دونگ و همچنین جی آخر تلفظ رو هم دقت داشته باشید که نرم میگید دونگ. ولی کلمه دونگ به معنای انتظار رو به صورت واضح او نمیگیم، یا حالتی بین ا و او. دونگ یعنی یه حالتی جمع جورتر نسبت به واژه دونگ. پس یه بار دیگه میگم دونگ به معنای انتظار و دونگ به معنای فعل. موفق باشید.